بهلول! چه خبره؟ ثبات دربار را میسنجیم. احسنت، یعنی میخواین شایسته سالاری کنی؟ برو تو صف پسرمو، تو هم باید جواب بدی. خب اولین سوالو از تاجر میپرسیم. جناب سلطان، تا بن سلطان هستن بنده جسارت نمی کنم. بهترین پدر دنیا کیست؟ میخواستم بگم بهترین بابای دنیا رستمه. حالا چرا رستم؟ چون پسرش سهرابو کشت. این بن سلطان قاتل بالفطر است. چرا کسی نمیگیردش؟ همین؟ نه، جوابم تموم نشده. ولی دیدم تا وقتی بابا سلطان هستن بهترین بابای دنیا ایشونن. تو بگو ببینیم بزرگترین دانشمند جهان کیست؟ جناب سلطان، من 7 اقلیم رو گشتم، اما داناتر از شما کسی رو ندیدم. این دیگه از مرحله پاچه خاری گذشت و به مرحله پاچه مالی رسید. خب تو بگو ببینیم بزرگترین فاتح دنیا کیست؟ بدون شک جناب سلطانه. چرا واقعا؟ هر الاغی خودشو بزرگترین الاغ دنیا میدونه. خب دربار نشون دادن که اطلاعاتشون خوبه. ببینیم پسرموی ما هم ژن خوب ما رو داره یا نه. جناب سلطانه، این بهلول دیوونه است. سال سخت ازش نپرسین. ما حواسمان هست، نیازی به یادآوری تو نبود. بگو ببینیم بزرگترین جانور دریا چیه؟ نهنگ. اینو شانسی جواب داد. لطفاً دوباره ازش بپرسین. بگو از جوابش خوشم نیومد. بگو ببینیم بزرگترین جانور خشکی چیه؟ کدوم جونور جرأت داره خودش از سلطان بزرگتر بدونه؟ پیامبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند به صورت چاپلوسان خاک بپاشید.